بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: شخص ماه رمضان را از روی ایمان و امید ثواب روزه دارد، گناه های گذشته اش بخشیده می شوند. هر شخصی که ماه رمضان را با ایمان کامل و امید ثواب و مغفرت پروردگار روزه دارد، خداوند مهربان گناهان صغیره گذشته او را می بخشد. البته این یک رحمت پروردگار به بندگانش است که با راه و عملهای گوناگون گناهان بندگانش را مغفرت می نماید. به این خاطر مسلمان باید روزه ماه شریف رمضان را همچون عبادت بدنی محض و از روی ایمان و اخلاص انجام دهد، نه به خاطر یک نوع پرهیز و ورزش بدنی و غیره. فيه تصان وبصومه